با سلام خدمت کاربران سایت مستر حواله. در این ویدئوی آموزشی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده رو با هم بررسی میکنیم که کلا این طرح چی هستش و آیا ثبت نام در اون به صرفه هست یا نه. طرح جایگزینی خودروهای فرسوده طرحی هست که با همکاری ستاد نوسازی، دولت و شرکت‌های خودروسازی مثل ایران خودرو و سایپا ایجاد شده. طبق این طرح مالکین خودروهای فرسوده بعد از قرعه کشی و برنده شدن در طرح‌های فروشی که خودروسازا میذارن باید خودروی فرسوده خودشون رو به مرکز اسقاط تحویل بدن، تکمیل وجه کنن و خودروی مورد نظرشون رو تحویل بگیرن. اما شرط عمومی ثبت نام در این طرح چی هست؟ 4 شرط برای ثبت نام وجود داره. یکی اینکه خودرو باید به نامتون باشه و مدارک کامل باشن. 2 در 4 سال گذشته نباید خودروی جدیدی به نام شخصی که خودرو به نامش هست خریداری شده باشه. 20 سال باید از سن خودروی شما گذشته باشه و همینطور باید خودروتون رو داخل سامانه ثبت نام خودروهای فرسوده ثبت کنید و کارشناس اونو بررسی کنه. البته در رابطه با سن خودروی شما بسته به خودرویی که شما دارین یه مقدار تفاوت داره. مثلا خودروهای سواری 20 سال، خودروهای سواری دولتی 15 سال، خودروهای تاکسی 10 سال، خودروهای مینیبوس 15 سال، اتوبوس شهری 10 سال، اتوبوس برون شهری 15 سال، کامیون کشنده 25 سال، وانت 15 سال و سن فرسودگی موتورسیکلت 10 سال هستش. ولی حالا اینجا سوالی که پیش میاد آیا ما داخل طرح جایگزینی خودرو فرسوده شرکت کنیم یا نکنیم؟ ما در اینجا 2 دلیل برای شما آوردیم که چرا نباید داخل این طرح شرکت کنید. یکی اینکه موقعی که شما خودروتون رو به مرکز اسقاط تحویل میدین یه قیمتی خیلی خیلی کمتر از قیمت واقعی و عرف بازار برای اون در نظر میگیرن و در واقع فقط قیمت لاشه خودروی شما رو محاسبه میکنن و این ممکنه شما رو باعث ضرر و زیان شما بشه. 2 اینکه شما باید خودروتون رو تحویل بدین و بعد صبر کنین تا خودروتون بیاد و اینجوری نیست که شما پس از تحویل خودروی فرسوده خودتون رو تحویل بدین و این ممکنه باعث بشه که مدت زمانی رو شما بدون خودرو باشین و از اون بابت هم باعث ضرر زیان شما بشه. در آموزش بعدی ما نحوه ثبت نام در این ستاد رو به شما آموزش میدیم که چجوری گام به گام خودتون رو ثبت کنید تا کارشناس بیاد و قیمت گذاری کنه. سپاس دارم از همراهی شما.